تمساح در خلیج فارس. این تمساح همون رئیس شبکه بین‌المللی مواد مخدره که از 5 سال پیش در کشورهای حاشیه خلیج فارس مواد مخدر ترانزیت میکرد تا اینکه بالاخره پلیس مبارزه با مواد مخدر کشورمون اون رو همزمان با 15 عضو تیم شکار کرد. باور میکنی یه جوون 20 ساله از توی ایران، اونم از یه روستای خیلی فقیر، تونسته بود امپراتوری قاچاقی بسازه که گردش مالیش از بودجه وزارتخونه ها بیشتر بود. نه قیافه ترسناکی داشت، نه هیکل بزرگی، ولی همه بهش میگفتن پابلو اسکوبار ایران. این آدم با همین چهره که دارین میبینین نابغه قاچاق کشور بود. همه اشرار تو منطقه نوچش بودن و زیر دست و بالش کار میکردن. وقتی که تو سال 90 که 3000 میلیارد پول از کشور اختلاس شد و کل کشور رو شوکه کرد، این پسر تو همون زمان فقط با 24 سال سن گردش مالی 4 سالش بیش از 10,000 میلیارد تومان بود. این نابغه با هوش سیاهش رو قاچاق 3 کشور ایران، افغانستان و پاکستان نظارت کامل داشت. به آبهای خلیج فارس رسما حکومت میکرد و هر هفته یه چیزی بین 4 تا 6 تن مواد مخدر رو قاچاق میکرد. تا سالهای طولانی پلیس حتی روحش هم از وجودش خبر نداشت و جالبه بدونیم با همه این خلافایی که انجام میداد، محلیه و همولایتیاش عاشقش بودن و در آخر فقط با یک لحظه عصبانیت و جر و بحث، اونم فقط با یک کارمند معمولی رسپشن هتل، نه با یک خلافکار بزرگی که سالها بود باشون سر کله میزد، به طور شانسی دست پلیس افتاد. ولی بازم پلیس نمیتونست محاکمش کنه. اما چرا؟ اگه میخوای بدونی همه این اتفاق از کجا شروع شده، چطوری به اینجا رسید، بریم سراغ داستان عیسی زمین گرفته، ملقب به تمساح خلیج فارس. عیسی متولد سال 1362 تو روستای ضحوکه توی شهرستان میناب بود، جایی که انقدر اوضاعشون بد بود و فقیر بودن که حتی آب خوردن هم اونجا نایاب بود، چه برسه به زندگی راحت. جوانای اون منطقه نهایتا میرفتن دنبال کارهایی مثل سوختبری، شوتی، کارگری و نهایتا همین. اما عیسی از همون بچگی یه چیز دیگه ای بود. مدرسه رو فقط تا کلاس 5 ادامه داد، ترک تحصیل کرد. سربازیش هم همینطور، یه سرباز فراری شد چون حس می‌کرد اونجا فقط داره وقتش تلف میشه. اون هوش سیاه و کاریزمای خیلی زیادی داشت و همون اوایل تونست واسه خلافکارای بزرگی مثل علی حیدری و علی رنجبری بار جابجا کنه و بعد یه مدت کوتاهی وارد حلقه‌شون بشه و بادیگاردشون بشه. یعنی از نزدیک داشت دقیقاً میدید که داره چه اتفاقی میفته و این چرخه چجوری داره انجام میشه، تا وقتی که بالاخره طی یک سری مراحل این دوتا خلافکار دستگیر میشن و اینجاست که باز خوشبختی میاد رو شونه‌های عیسی میشینه. اون که فرصت رو از همیشه مناسب تر میبینه، خودش با جسارت پا میذاره و وسط میدون میشه و اینجوریه که داستان عیسی شروع میشه. اون اولش با پخش محلی مواد داستانو شروع کرد، ولی خب اون مغز بیزنسی که داشت نمیذاش کوچیک فکر کنه. فقط به چند سال نکشیده بود که یک باند بزرگ ساخت، چیزی حدود 300 نفر واسش کار میکردن. هرمزگان، بلوچستان، فارس همه رو پوشش میداد و مقر اصلیش برای این پخش کردن جنسا شهر شیراز بود. این زمان اوضاع مالی عیسی خوب شده بود ولی باز واسش کم بود. سال 1386 وقتی فقط 24 سال سن داشت، قاچاق بین‌المللی رو استارت زد. ارتباط مستقیم با افغانستان و پاکستان گرفت، حتی واسطه ها رو حذف کرد. اون تونست با طالبان اون موقع که به شدت دنبال پول برای قوی تر شدن بود، چون اون زمان طالبان توی سایه بود، اواخر دهه 80 و اوایل 90 میخواست دوباره جون بگیره و قوتش رو احیا کنه، واسه همین به پول خیلی زیادی احتیاج داشت و عیسی از این قضیه به نحو احسن استفاده کرد و تو تونست ازشون سواری گرفت و همه واسطه ها رو حذف کرد و مستقیم تونست از خود طالبان جنس رو خرید کنه. یعنی عملا داشت به اونا حکومت میکرد. اون حتی یک گروه ارتشی چریکی کوچیک مخصوص خودش داشت که از طریق اونها بار رو اسکورت میکرد از افغانستان تا پاکستان. ولی مسیر کاریش دقیقاً چجوری بود؟ چجوری این کارا رو انجام میداد؟ بچه‌ها عیسی یه شبکه دقیق سه‌لایه‌ای داشت که میخوام براتون توضیح بدم. اون 3 تیم از ایرانی ها و غیر ایرانی ها رو توی هر 3 کشور مستقر کرده بود که به صورت کاملا اتوماتیک کاراشو میتونستن پیش ببرن و از همین طریق بدون اینکه خودش هیچ کاری انجام بده کارا رو میبرد جلو. استراتژی این بود که کویت پاکستان مرکز این کمربند باشه، سفارش‌ها از اونجا میومد، بعد تیمش تو افغانستان بار رو از هرات و مزار شریف میخرید، بعدم از طریق بندر گوادر میرسون به سمت ایران. ولی چجوری این کارا انجام میداد؟
اینجاست که قایق‌های تندروی عیسی وارد بازی میشن. افراد باندش مواد قاچاق رو تو بدنه داخلی قایق‌ها جاساز میکردن. تمساح خلیج فارس ناخوده‌های خفن زیر دستش داشت که تو دل شب بدون GPS و فقط با ستاره‌ها راهو پیدا میکردن تا از هر راداری مخفی بمونن. اونا از سخت‌ترین و ترسناکترین نقاط مرزی دریایی خلیج فارس میگذشتن تا به بندرهای ایران مثل بندر لنگه برسن. وقتی بار وارد کشور میشد معمولا از انبارهای قدیمی و متروکه و سردخونه‌ها استفاده میکرد تا بارش یه مدت نگه داره و بتونه بعد ببره به شیراز و پخشش بکنه. از اونجا بخشی از بار که داخل کشور میخواست بمونه که هیچی میموند و میرفت تو بازارهایی مثل تهران و اصفهان، شهرهای دیگه. بخش اصلی و اعظم بار هم میرفت سمت کشورهایی مثل ترکیه و آذربایجان و روسیه و از اونجا به مقصد اصلیش که اروپا بود میرسید. عیسی هر هفته بین 4 تا 6 تن مواد رو قاچاق میکرد. حرفه‌ای، سریع، بدون هیچ ردی. عیسی حتی بعضی جاها خودش بندر میساخت تا مسیرش بتونه مدام تغییر به دو لو نره. بچه‌ها این تو زمانیه که رقیباش از طریق چوپون‌ها و گوسفنداشون میتونستن قاچاق کنن و مواد رو از مرز رد کنن. ته خلاقیت و خفن موندنشون این بود که از طریق منجنیق مواد از این ور مرز بندازن اون ور مرز. حالا مقایسهش کنین با روش شیک و لوکس و سازمان یافته عیسی که داشت 4 تا 6 تن مواد رو هر هفته قاچاق میکرد. ولی خب این بخش اول ماجراست. این حجم از پول و ثروت رو چیکار میکرد؟ چطوری این پولا رو میشست؟ اون باید یه نابغه مالی باشه تا بتونه این کارا رو انجام بده و لو نره. اینجاش خیلی باحاله. این نابغه صدها حساب بانکی داشت ولی حتی یک دونه به اسم خودش نبود. از حساب اعضای باند گرفته تا حساب مرده ها. مثلا توی مورد یه پیرمردی که سال 89 فوت کرده بود تا سالهای بعدش تو حسابش ماهی 800 میلیون گردش مالی بود. غیر از اینا نمایشگاه ماشین، کارخونه، کلی کارگاه سفالگری و چیزای اینجوری تو شهرش راه انداخته بود و 65 ملک خصوصی لوکس داشت. از مینا بگیر تا خود نیاوران تهران، هم واسه پولشویی هم واسه اینکه مردم شهرش بتونن به این نون و نوایی برسن. واسه همینه که انقدر دوستش هم داشتن. مردم مینا عاشقش بودن، میگفتن اون قهرمان نقاچاقچی. تا نهایتا میرسیم به شکار تمساح. چه جوری تونستن این نابغه رو بالاخره دستگیر کنن؟ بین سالهای 86 تا 93 گردش مالی عیسی فقط تو حسابهای بانکی حدود 10,000 میلیارد تومان بود. پلیس میدونست یکی به اسم تمساح خلیج هست که منطقه رو به گند کشیده و داره به آبها سلطنت میکنه، ولی نمیدونست کیه. هیچ ردی ازش نداشتن، هیچی ازش نمیدونستن، هیچی. تا اینکه میرسیم به شهریور سال 1393 که طی یک اتفاق به صورت خیلی شانسی لو رفت. داستان اینجوری بود که نیروهای پلیس بعد 4 سال مداوم همکاری با وزارت اطلاعات و ردزنی تونستن نهایتا شهریور 93 به یه خبری برسن. خبری که قرار بود 100 تن مواد از دبی از طریق تمساح وارد ایران شه و با عملیات‌های پیچیده اطلاعاتی نهایتا فقط تونستن جلوی این انتقال رو بگیرن. ولی در این بین کل این مواد غیب میشه. گویا یکی از رقیباش مواد رو دزدیده بوده و این تمساحو خیلی عصبی کرد. نه فقط واسه اینکه پول خیلی زیادی رو از دست داد، واسه اینکه به اعتبارش لطمه خیلی بزرگی وارد شد. و دقیقاً همین جای قصه تمساحه که بزرگترین اشتباه زندگیشو انجام میده. عیسی بلند میشه با همسرش آمنه میره شیراز، جایی که مرکز اولیه پخشش بوده همیشه. اون میره دم یکی از هتل‌های مجلل شیراز و میگه من میخوام وارد اتاق 146 بشم. رسپشن هتل بهش میگه این اتاق رزرو و تو نمیتونی وارد این اتاق بشی. عیسی خیلی عصبی میشه و کلی سر صدا رو میندازه و اصرار میکنه که من حتما باید وارد این اتاق بشم و همچنان کارمند اونجا قبول نمیکنه. وقتی که یه ذره بحث بالا میگیره عیسی بهش میگه که اوکی برو مدیرتو صدا کن، من اصلا میخوام با اون صحبت کنم، تو چی میگی؟ وقتی مدیر هتل میاد عیسی همین موضوع رو دوباره مطرح میکنه و مدیر هتل هم میگه که آقا ما نمیتونیم، الان یه نفر اونجا اقامت داره و من نمیتونم اینجا رو به تو بدم. عیسی که خیلی عصبانی شده بوده و فشار اون اتفاقی گذشت افتاده بوده باعث میشه که یهو بترکه. دعواش خیلی بالا میگیره با این آدم، با هم دیگه در حد دعوای فیزیکی میرسن. عیسی اون وسط داد میزنه میگه که چی میگی تو؟ من کل خودت و هتل تو همشون رو با هم میخرم، چند قیمت بده. و اینجا به مدیر هتل خیلی بر میخوره. توی همین فاصله که دعوا خیلی بالا گرفته بوده یکی از کارمندای هتل زنگ میزنه به پلیس، میگه یه نفر همچین داستان اینجا به وجود آورده، بیاین کمک کنین. و در همین حینی که اینا داشتن دعوا میکردن پلیس هم خودشون میرسونه تا ببین اوضاع از چه قراره. اونا فکر میکردن قراره با یه دعوای ساده مثل همیشه مواجه بشن، ولی وقتی میرسن اونجا و بعد از اینکه اینا رو جدا میکنن و تفتیش میکنن وسایل عیسی رو، تو وسایلش کلی اسلحه، پول، کارت ملی جعلی پیدا میکنن و تازه
تازه بعد از بازداشتش و کلی تحقیق بیشتر میفهمن این یارو همون تمساح خلیج فارسه که سالها دنبالش بودن. ولی با همه اینا بازم نمیتونن محکومش کنن، یعنی دستگیر میشه ولی نمیتونن محکومش کنن. چرا؟ چون هیچ مدرک مستقیمی بر علیهش نداشتن، اون هیچ ردی از خودش به جا نذاشته بود. محاکمه تمساح 5 سال طول کشید، از سال 93 تا سال 98. سیستم عیسی طوری بود که خودش هیچ وقت تو هیچ حساب و عملیاتی دیده نمیشد و هیچی ازش نبود و نهایتا پلیس با کلی دردسر تونست فقط چند تا از نزدیکاشو پیدا کنه و شروع کرد به شنود موبایل همین رفقا و آشناهاش و اعضای باندش و بعد از کلی تعقیب و گریز خلاصه کم کم تونست به شبکش برسه و نهایتا همه چیز اومد روی آب. عیسی زمین گرفته یا بشاگردی سرانجام به جرم فساد فی الارض محکوم شد. سال 98 بدون اینکه حتی خانواده‌اش بفهمند حکم اعدامش رو اجرا کردن. احتمالاً واسه این بوده که میترسیدن به خاطر محبوبیت بالایی که تو منطقه داره شلوغ بشه و اوضاع دستشون در بره. اگه براتون سواله که عیسی چرا گیر داده بود به اون اتاق خاص، بعد بهتون بگم که بچه‌ها این که از روش‌های خیلی مرسوم مافیاست تو تمام کشورها. اینطوریه که جنس رو یه جایی میکارن و طرف دیگه معامله میره اون جنس رو برمی‌داره و چه جایی بهتر از هتلی که تقریبا نظارت خیلی قوی رو رفت آمدش نیست و نمیشه گشت مسافر رو دارن چی میبرن چی میارن. واسه همین بود که می‌خواست به اون اتاق مخصوص وارد بشه. گفتم که رسیدیم به سال 98 ولی این آخر ماجرا نبود. عیسی حتی تو زندانم بیکار نبود. اون با یه موبایل یه جانشین انتخاب کرده بود به اسم مسیح و تا مدت‌ها باندش هنوز فعال بود و پلیس داشت دیوونه میشد، میگفت چجوری، کی داره این عملیاتو میچرخونه، چه اتفاقی داره میفته، چرا اینا کارشون تموم نمیشه، چرا همچنان دارن قاچاق میکنن. اون خبر نداشت که این سیستم چقدر حرفه‌ای و سازمان یافته است، چقدر درست داره کار میکنه. سیستم اینطوری بود که عیسی نشسته بود گوشه خونه ولی 4 تا 6 تن مواد داشت بین 3 تا کشور میچرخوند و میفرستاد اروپا، ولی هیچ اسمی ازش هیچ جایی نبود. ولی نهایتا آخرش مسیح که قطعا هوش و ذکاوت عیسی رو نداشت تو یک عملیات دم مرز دستگیر شد و اینجوری شد که عیسی مسیح با هم تو آبان 98 اعدام شده. روزگار که به دیوونه روزگار که به دیوونه. بعد مرگش هنوز خیلی ها میگفتن قهرمان بود، کاسب بود، بی دلیل اعدامش کردن. یه عده میگفتن نابغه بود، یه عده میگفتن جنایتکار. ولی یه چیزی واضحه، تمساح خلیج فارس نشون داد که گنگستر بودن نه به قیافه و گنده و خط و اینجور ادا اطفالاست، نه به هیچ چیز دیگه ای، فقط به هوشته و جسارت. بچه امیدوارم از این قسمت لذت برده باشین. اگر به داستان‌ها و روایت‌های این سبکی علاقه دارین حتما وارد چنلم بشین، چون داستانایی میشنوین که مطمئنم لذت میبرین. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.